گرگ‌ها خونسردترین شکارچیای بیرحم روی زمینن و این 4 حقیقت ثابت میکنه که اصلاً نباید دست کمشون بگیری. حقیقت اول، گرگ‌ها با زوزه فقط جیغ نمیزنن، باهاش گم شده های گله رو صدا میزنن یا به گرگ‌های غریبه هشدار میدن پاتو از این قلمرو بیرون بکش. حقیقت دوم، توی هر گله گرگ‌ها نقش دارن. رهبر داریم، دیدبان داریم، شکارچی و حتی گرگ‌هایی که از توله ها مراقبت میکنن هم هستن. حقیقت سوم، بویایی گرگ‌ها باور نکردنیه. حدود 200 میلیون سلول بویایی دارن، در مقابل فقط 5 میلیون سلول تو بینی ماست. اونا میتونن بوی شکار زخمی رو از چند کیلومتر فاصله حس کنن. حقیقت چهارم، یه گرگ بالغ در یک وعده میتونه تا 9 کیلو گوشت بخوره، یعنی تقریباً معادل وزن یک سگ متوسط. ولی با این حجم از اشتها باز هم گله نظم داره. اول رهبر غذا میخوره، بعد اعضای قوی‌تر و در نهایت ضعیف‌ترها. اگه یکی زخمی یا مریض باشه، بقیه حتی سهم خودشون رو باهاش قسمت میکنن. وسط دنیای درنده ها هنوزم رفاقت زنده است. گرگ ها فقط یه حیوان نیستن، اونا یه افسانه‌ن، ترکیبی از بیرحمی، نظم و رفاقت.